کتاب‌های گویای آوای بوف تقدیم می‌کند. انفجار بزرگ؟ چرا دانشمندان مطمئن هستند که جهان یک شروع داغ داشته؟ نوشته سارا ایزدیار، علی هادیان، نویسنده و مترجم علم برای عموم. کیهانشناسی علمی است که به سرگذشت کیهان شامل چگونگی شروع و تحول و آینده آن می‌پردازد. اگر امروز روز بروید دانشگاه جلوی یک کیهانشناس را بگیرید و بپرسید شما می‌دانید جهان از کجا آمده؟ میگوید بله می‌دانم، چندین میلیارد سال پیش جهان از یک نقطه فوق‌العاده داغ شروع شده. میگویید مطمئنی؟ جواب می‌دهد بله اطمینان دارم. میپرسید همان نقطه از کجا آمده؟ میگوید حدسایی میزنیم ولی درست نمیدانم، ولی این را خوب میدانم که حدود 14 میلیارد سال پیش جهان خیلی داغ بوده و بعد انبساط پیدا کرده و خنک شده و به وضع فعلی رسیده. این که حرفای بزرگ را از یک کیهانشناس قبول بکنید خیلی سخت است. میدانید چرا؟ اولا سابقه تاریخیشان بد است. دوما کیهانشناسی همین الان هم علمی کاملا آزمایشگاهی نیست. از آن ابتدا که بشر شروع کرده به فکر کردن و پیدا کردن دلیل برای پدیده‌های طبیعی، متفکران بزرگ که کیهانشناسان زمان خودشان بودند توضیحی هم برای کل جهان ارائه کردند. ابتدا که توضیحات اساطیری بوده و الان برای ما حالت قصه و داستان دارد. بعداً در 3000 سال اخیر دلایل فلسفی ظاهر شده اند و شاهکار کیهانشناسی هم این بوده که زمین در مرکز عالم است و همه عالم دور ما میچرخد. کسی هم میپرسید چرا؟ حتما میگفتن چشمت را باز کن، ما انبوهی از مشاهدات رصدی و دلایل عقلی داریم. ولی بعد فهمیدیم تمامش غلط بوده و کلاه سرمان رفته. در همین 400 سال اخیر هم همیشه یک نوع کیهانشناسی بر سر زبانها بوده، ولی آخرین نسخه آن 100 سال پیش زیر و رو شده. ممکن است کیهانشناسان بگویند به ما چه مربوط که آنها چه گفتند؟ حرفای آنها ربطی به کشفیات فعلی ما ندارد که روش علمی داریم و شواهد جمع کرده ایم و بیایید ببینید این معادلات من است و این محاسبات من و تازه ببینید تلسکوپ هامان چقدر قشنگ است و مطلب همین است که ما میگوییم و ما کارمان خیلی درست است. عیبی ندارد، ولی آنها هم همین را میگفتند. پیشینیان هم کیهانشناسان عصر خود بودند. از نظر ما مردم عادی، متفکرین آن موقع هم آخرین دستاوردهای فکری بشر را ارائه می کردند و اسطرلاب هم داشتند که اگر به ما می دادند نمیدانستیم سر و تهش کدام طرف است و وقتی ژست توضیح جهان می گرفتند مولای درز حرفهایشان نمی رفته و کلی دلیل و برهان داشتند که بگویند. ما الان با این تجربیات تاریخی ترجیح می‌دهیم پاسخ یک پرسش مهمی را بگوییم نمی‌دانیم تا اینکه یک چیز تخیلی را قبول بکنیم و بعداً معلوم بشود چه کوته فکر بوده ایم. کیهانشناسان این روزها چنان قاطع و محکم از اتفاقات میلیاردها سال پیش حرف می‌زنند که انگار چند بار دست جمعی خودشان رفته‌اند، از نزدیک دیده‌اند، حالا دارن برای ما تعریف می‌کنند. انگار 100 بار آن را به چشم خودشان دیدند. انگار آن روز همانجا بودند. ما حق داریم بپرسیم از کجا؟ چرا؟ دلیلتان چیست؟ با استانداردهای علمی کوچکترین شکی ندارند و نشانش همین است که تا حالا چند تا نوبل فیزیک برای کشفشان گرفتند. ما حق داریم سر راه یک کیهانشناس را بگیریم و از او بپرسیم از کجا چنین حرفی میزنی؟ ما حق داریم سر راهشان را بگیریم و محکم یقهشان را بچسبیم، بگوییم از کجا میدانید؟ به ما حالی کنید که چطور فهمیده اید؟ این حرف کمی نیست که به ما میزنید. برای من خیلی مهم است واقعیت را بدانیم، وگرنه ترجیح میدهیم بگوییم هنوز نمیدانیم.
نمیخواهیم دوباره 500 سال بعد برایمان سرتکان بدهند که طفلی‌ها خوب از کجا باید میفهمیدند که درست نفهمیدند. اگر قرار است 200 سال بعد در کتاب‌های دوره ابتدایی برای کودکان راجع به گذشته کیهان چیزی خلاف این حرف‌های شما بنویسند، بهتر است همین حالا دهانتان را ببندید و بروید وقتی کشف محکم و درست و درمانی داشتید بیایید جلو مردم پوز بدهید که ما فهمیدیم گذشته جهان چه بوده است. دانشمندان 400 سال پیش کشف کردند خون در بدن ما گردش می کند و اینطور نیست که خون را کبد تولید کند و بقیه بدن مصرف کند. 4 میلیون سال دیگر هم بگذرد ممکن نیست بفهمیم این اشتباه بوده. بروید وقتی همینطور مطمئن بودید بیایید راجع به مسئله به این اهمیت برای ما قصه بگویید. کیهانشناسی یک مشکل دیگر هم دارد و آن اینکه علمی کاملا آزمایشگاهی نیست. ما یک کیهان بیشتر نداریم و نمیتوانیم آن را به آزمایشگاه ببریم و تحت شرایط کنترل شده هر آزمایشی دلمان خواست روی آن بکنیم. نمیتوانیم نمونه‌ای از آن را ایجاد بکنیم و بعد ببینیم چه اتفاقی برایش میافتد. خود جهان هم خیلی بزرگ است و به گوشه و کنار آن دسترسی نداریم. خلاصه اینکه وقتی دانشمندان و به خصوص کیهانشناسان ادعاهای بزرگ دارند باید دلایل خدشه‌ناپذیر ارائه کنند. ولی دلایل محکم و خدشه‌ناپذیر یعنی چه؟ دکارت اینجا راهنمای خوبی است و 2 ملاک معتبر برای بررسی درستی یک ادعا به ما داده. وقتی در اوایل قرن 17 میلادی کیهانشناسی زمین مرکز داشت سقوط می‌کرد، دکارت به این فکر کرد که چطور باید فهمید که یک گزاره بدون شک درست است. مسیر فکری دکارت و قبل از او امام محمد غزالی در ابراز شک و شروع به جستجوی گزاره‌های یقینی چنان محکم و دقیق است که هنوز الگوی فکری ماست. توی پرانتز گرچه غزالی خیلی زودتر قوطی را بست و در گنجه سر جایش گذاشت. پرانتز بسته. دکارت گفت حالا که معلوم شده چیزهایی که 2000 سال درست می‌دانستیم غلط از آب در آمده اند، از کجا معلوم آن چیزهایی را که الان من پذیرفتم درست باشد؟ باید ببینم به چه چیزهایی واقعاً یقین دارم. نباید به گزاره‌ای یقین کنم مگر اینکه واضح و متمایز باشد. یعنی اینکه اولاً به وضوح درست باشد، نه با استدلال و شواهد غیر مستقیم. دوماً نشود با امر دیگری اشتباه گرفته شود و از هر چیز دیگری متمایز باشد. اگرچه ما هنوز حتی یک گزاره یقینی پیدا نکرده ایم، ولی 2 ملاک دکارت به کارمان می آیند تا گزاره‌هایی با بیشترین احتمال درستی را در علوم تجربی جدا بکنیم. الان هم ما به کیهانشناسان میگوییم اگر راجع به کل جهان و گذشته اش کشفی کرده اید باید دلایلتان فوق‌العاده روشن و واضح و همچنین متمایز باشد. یعنی بتوان مطمئن بود شواهدتان با پدیده دیگری قابل توجیه نیست و قطعاً همین است که شما میگویید. اگر کسی دلایل واضح همه کسفه غیر قابل تردید و بسیار ساده برای ادعایی به این بزرگی ارائه نکند قابل اعتنا نیست. ادعایی به این بزرگی را یک مادر بزرگ باید بتواند برای نوه‌اش توضیح بدهد. خوشبختانه کیهانشناسان این بار چنین شواهدی در دست دارند. شواهد و مدارک آنقدر واضح و متمایز و انبوهند که هر نظریه کیهانشناسی آینده باید شامل یک گذشته داغ برای جهان باشد. ماجرا از هزاران سال پیش شروع می شود، زمانی که انسان با کوره‌های پخت سفال و ذوب فلزات آشنا شد. همه می دانیم اگر جسمی را حرارت بدهیم سرخ می شود، یعنی به تدریج از خودش نور ساطع می کند. مثلا اگر یک تکه آهن یا سرامیک را روی شعله اجاق گاز بگیریم، همینطور که به تدریج داغ می شود آهسته آهسته سرخ می شود. اول قرمز تیره است،
و هرچه داغتر بشود رنگ سرخ آن روشنتر می شود و وقتی گداخته ترش بکنیم آرام آرام درخشانتر می شود و رنگش به تدریج به سمت سفید شدن می رود. حتی اگر بگذاریم در یک بوته مخصوص ذوب بشود و باز به آن حرارت بدهیم رنگش به سمت نور خورشید میل می کند. از آنجا که نور خورشید یا بگوییم نور سفید شامل همه رنگ‌های طیف نوری یعنی سرخ و نارنجی و زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفشه است، جسم در واقع در دماهای پایین فقط نور سرخ منتشر می کند و درجه حرارتش که بالا می رود رنگ‌های دیگر را هم به تدریج اضافه می کند تا اینکه طیف رنگی کامل شود. وقتی همه رنگ‌ها همزمان از جسم ساطع می شوند، چشم ما ترکیب آنها را شبیه رنگ نور خورشید می بیند. نیوتن اولین بار 300 سال پیش نور خورشید را با منشور تجزیه کرد و نشان داد که ترکیبی است از رنگ‌های طیفی که برشمردیم. شما هم می توانید نور یک جسم داغ، مثلا یک لامپ چراغ قوه را که به تدریج گداخته می شود با منشور تجزیه بکنید و ببینید اول که دارد تابش می کند فقط نور سرخ دارد و بعد از آن به تدریج رنگ‌های دیگر هم در طیفش ظاهر می شوند. پدیده مهم دیگری که آنها مشاهده کردند و ما هم هنوز می بینیم و می توانیم هر چقدر دلمان خواست آن را آزمایش بکنیم این است که رنگ جسم داغ به جنسش بستگی ندارد، فقط به دمایش مربوط است. یک میله آهنی یا مسی یا شیشه‌ای یا سرامیکی در دمای یکسان مثل هم سرخ می شوند. شما اگر کنار یک کوره بایستید بدون اینکه بدانید در کوره چه چیزی ریخته اند از رنگ مواد می توانید درجه حرارت کوره را بفهمید. یعنی مهم نیست که جنس جسم چه باشد، رنگش موقع داغ شدن مثل هر جسم دیگری است. علت این پدیده را کسی نمی‌دانست، ولی به هر حال نشان می‌داد که اجسام با وجود تفاوت ظاهری در سطح بنیادی باید نهادی مشترک داشته باشند که امروز می‌دانیم نهاد اتمی ماده است و علت تابش نور از اجسام داغ هم برانگیختگی الکترون‌ها در اتم‌های آنهاست. یعنی الکترون‌ها در اثر حرارت تحریک می‌شوند و نوسان می‌کنند و نتیجهش می‌شود تابش نور. چون نوسان الکترون‌ها در اتم‌های همه مواد مشابه است، بنابراین تابش حاصل از نوسان الکترون‌ها به جنس جسم داغ مربوط نیست. تقریباً 200 سال پیش دانشمندان بررسی دقیق این پدیده مهم را شروع کردند. در آن زمان می‌توانستند در آزمایشگاه نور منابع مختلف را بگیرند و به رنگهایش تجزیه بکنند و ببینند چه رنگهایی در آن نور هست و شدت هر رنگ چقدر است. این امر با دقت تأیید شد که شدت رنگهای موجود در نور جسم داغ برای همه اجسام یکسان است. به بیان امروزی طیف تابش جسم داغ به جنس آن مربوط نیست و فقط به دمای آن بستگی دارد. در آن سالها از اوایل قرن 19 میلادی انقلاب صنعتی شروع شده و پیشرفت‌های علمی و صنعتی مدام از راه می‌رسند و به همراه آنها ابزارهای نوری هر روز دقیق‌تر و پیشرفته‌تر می‌شوند و به این ترتیب دقت اندازه‌گیری شدت هر رنگ در طیف تابش جسم داغ بالاتر می‌رود. دوره اکتشاف سریع در همه حوزه‌ها است. ماشین بخار زمان را به سرعت عوض می کند. دانشمندان هیجان زده اند و هر روز رازی از رازهای طبیعت گشوده می شود. معادلات حاکم بر ماشین بخار یعنی قوانین ترمودینامیک به همراه قوانین الکتریسته و مغناطیس کشف می شود. بعد قوانین یکپارچه الکترومغناطیس ارائه می شوند و دانشمندان ماهیت نور را که قرنها در پرده ابهام بود می‌فهمند. معلوم می‌شود نور نوعی موج الکترومغناطیس است و رنگ‌های مختلف در اصل فرکانس‌های متفاوت هستند. طیف تابش جسم داغ حالا با دقت فوق‌العاده‌ای اندازه‌گیری می‌شود. به اواخر قرن 19 که می‌رسیم، بعضی دانشمندان می‌گویند فیزیک دارد به انتهای راه می‌رسد و تقریباً همه قوانین کشف شده‌اند. چنین جوی حاکم است.
در میان این همه موفقیت مشکلی ظاهر می شود. حالا که ما ماهیت نور و قوانین حاکم بر آن یعنی الکترومغناطیس و همچنین قوانین حاکم بر گرما و انرژی یعنی ترمودینامیک را کامل می دانیم، باید بتوانیم از این قوانین استفاده بکنیم و طیف تابش جسم داغ را محاسبه بکنیم. ولی وقتی نظریه ها را به طور دقیق و صحیح به کار می گیریم و محاسبات لازم را انجام می دهیم، هر کار می کنیم، نتیجه با واقعیت نمی خواند. در سالهای آخر قرن 19 و در آستانه قرن 20 فیزیکدانان متحیرند، چون که قوانین فیزیکی موفق ما پیش بینی می کنند که اگر جسمی را داغ بکنیم باید آبی بشود، باید یک مقدار کمی نور سرخ تابش کند و مقادیر بسیار زیادی نور آبی و بنفش و فرابنفش. آنقدر که تلاش میکنند تا این مشکل را حل بکنند ولی نمیتوانند و آنقدر که این مسئله قوانین فیزیک را زیر سوال برده نامش را میگذارند فاجعه فرابنفش. البته بعداً با ابداع مکانیک کوانتومی این مشکل حل میشود، ولی به خاطر همین مسئله روی این طیف تابش جسم داغ خیلی کار می شود و اندازه‌گیری های بسیار زیادی روی آن انجام می شود و جزئیات دقیق آن را کامل می دانیم. همانطور که در شکل می بینید، نوری که از یک جسم داغ می آید شامل فرکانس های گسترده ای از فروسرخ تا فرابنفش است که هر فرکانس شدت تابش کاملا معین و دقیقی دارد. هر منحنی مربوط به یک دمای خاص هست. در محدوده فرکانس های نور مرئی می بینید که هر رنگ شدت کاملا مشخصی دارد. بنابراین اگر نور ناشناسی را تجزیه بکنید می توانید با قطعیت بگویید که آیا این نور از یک جسم داغ آمده یا نه، مثلا نور ماه یا نور لامپ مهتابی یا نور یک کرم شبتاب است. فکر کنید شما در یک اتاق تاریک وسایل نوری لازم را در اختیار داشته باشید و از روزنه ای یک پرتو نور وارد اتاق شما بشود. شما می توانید با آینه های مناسب آن را از منشور بگذرانید و روی پرده بیاندازید تا رنگهایش از هم جدا بشوند و شدت نور را از رنگ قرمز تا رنگ بنفش اندازه بگیرید و منحنی آن را رسم بکنید. اگر منحنی شما با طیف جسم داغ با دقت زیاد مطابقت داشته باشد، مطمئن می‌شوید نور ورودی از یک جسم داغ آمده و حتی می‌توانید بگویید دمایش چقدر است. به این ترتیب اگر جسمی در نقطه‌ای از جهان باشد و نور آن را به شما بدهند، می‌توانید شدت این نور را در تعداد بسیار زیادی فرکانس اندازه بگیرید و بعد بروید سراغ منحنی تابش جسم داغ و اگر با دقت بالا بر آن منطبق بود، با قطعیت و بدون تردید بگویید این نور از یک جسم داغ می آید. این واضح و متمایز است. نمیتواند چیزی با این دقت غلط باشد. نمیتواند منبعی داغ نباشد، ولی این همه فرکانس با مقادیر کاملا دقیق تابش بکند تا ما را گول بزند و همه اینها تصادفی یا در اثر پدیده‌های دیگر باشد. نمی شود. غیر ممکن است. اگر تابشی از جایی در جهان با این توزیع فرکانسی فوق‌العاده دقیق به ما برسد، حتما آنجا داغ است و می توانیم دمایش را هم بگوییم. بسیار خوب. اگر شما با آسمان نگاه بکنید، از همه طرف دارد تابش جسم داغ می آید. انگار که جلوی شومینه ایستاده اید. اگر تلسکوپتان را به سمت آسمان بگیرید، تابشی از نقاط دور جهان مشاهده می کنید که توزیع فرکانسی آن با دقت خیلی زیاد بر طیف تابش جسم داغ منطبق است. فقط همه فرکانس‌ها به سمت امواج رادیویی منتقل شده اند. یعنی باید یک رادیو تلسکوپ بسازید و قدری مدارات الکترونیکی تا فرکانس‌های این تابش را جدا بکنید و شدت هر یک را اندازه بگیرید. دانشمندان به آن تابش ریزموج پس زمینه میگویند و 50 سال است بارها آن را اندازه گرفتند و تا به حال چند تا ماهواره هم ساختند که هر کدام
اندازه‌گیری‌های قبلی را با دقت بیشتر و بیشتری تأیید کرده است. این تابش از همه طرف می آید و کاملا یکسان هم می آید. یعنی سراسر آسمان در گذشته‌های دور فوق‌العاده داغ بوده. البته به خاطر انبساط جهان الان کیهان سرد شده و انتقال تابش به سمت امواج رادیویی هم به خاطر همین انبساط است. جهان ما به هر شکلی تکامل پیدا کرده باشد و هر سناریوی احتمالی که برای آن در نظر بگیرید در گذشته فوق‌العاده داغ بوده، چون گرمای آن را هنوز داریم مستقیما حس می‌کنیم. پیگیر مقالات صفحه علم روزنامه شرق باشید تا ببینید چرا این حرف را از کیهان شناسان میپذیریم که جهان در حال انبساط است. نوبل‌های فیزیک که گرفته‌اند حقشان بوده، نوش جانشان. کیهان شناسان را گرامی می‌داریم. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقاء فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avogabooth.com